سلام رفیق، حالت خوبه؟ چای آوردم، بفرما چایی. اجازه است بشینم؟ من به تو افتخار میکنم به خاطر قوی بودنت، به خاطر استوار بودنت، به خاطر عبور از مشکلات بزرگ. من ازت یه خواهشی دارم و اونم اینه که تو این دنیا و تو این طبیعتی که ما توش زندگی میکنیم یک قانون ثابتی نوشته شده و اونم اینه که مشکلات بزرگ در مسیر آدم‌های بزرگ گذاشته میشه و تو با عبور از این مشکلات الگوی دیگران خواهی شد، نه درس عبرت دیگران. و اینم بدون این زندگی با چالش‌های گوناگون و موانع بزرگ معنا پیدا میکنه و من ایمان دارم تمامی کائنات دست به دست هم دادن تا تو به بهترین ها برسی و اینم بدون این طبیعت یک گنج بزرگی در نوک گله واسه تو آماده کرده و تو با عبور از این موانع بزرگ، با عبور از این مشکلات بزرگ، با داشتن هدفی بزرگ به نوک گله خواهی رسید و اون گنج رو به دست خواهی آورد. من ایمان دارم تو بهترینی، تو بازم میگم بهترینی. تو باید مواظب خودت باشی چون این طبیعت به بودن آدمای مثل تو نیاز داره.